در نزد باغ حیوانات شهر دوشنبه قرار داریم و به واسطه میخواهیم که طرز نگاهبین حیوانات را در اینجا آموزیم. گمان میکنم این موضوع خیلی جالب است. اینچنین تماشا کردن این برنامه نیست و حالا به واسطه میرویم به داخل باغ حیوانات و یک جای میآموزیم که چگونه نگاهبین میکنند در اینجا حیوانات را. رفتیم. بینندگان گرامی، قبل از آنه که ما با حیوانات سر و کار میگیریم ما باید دانیم که در باغ حیوانات شهر دوشنبه چقدر حیوان موجود است و به قاعده های بی‌خطری حتما باید رعایت کنیم. برای گرفتن این معلومات حالا ما نزد معاون دیرکتوری مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه سفرов سید خواجه قرار داریم. سلام و درود. خب چنانه که گفتم ما میخوایم طرز بی‌خطر نگاهبین کردن با حیوانات را آموزیم و اینچنین کمی معلومات گیریم درباره همین باغ حیوانات. مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه اصلا از سال 1960 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته است و فعالیت دارد تا در امروز. در دوره حال حاضر اصلا 6 شعبه نگهداری حیوانات ها فعالیت دارد. شعبه حیوانات وحشی، شعبه حیوانات پرنده‌های وحشی، شعبه جفت‌ها، شعبه پریمات میگن میمون‌ها، شعبه اکواتریوم، شعبه پرنده‌های خانگی را اطلاع. و در عموم چقدر حیوانات را در بر میگیرید؟ 138 نامگوی 1254 سر که از اون 474 سرش را ماهی‌ها تشکیل می‌کنند. و درباره بی‌خطری کار کمی معلومات گویید. اوید بی‌خطری عمومی اگر باغ سخن رانیم پیش از همه امنیتی سانیتری همین باشندگان و تشریف آورندگان رو تامین کردن، یعنی که تازه و آزاده نگاه داشتن در همه حالت، در همه شب و روز باید که حالتی سانیتری. اینچنین با چنین چنبرهای یک قبطه و دو قبطه جدا کرده شده است. اینش امنیتی بی‌خطری تماشابینان را تامین میکنه که وابسته از نمود حیوان، مثلا اون چیزایی که مثلا ضرر نمیکنن نمیگزن اینا رو هم یک قبط میکنه و لیکن دست رسوندن، خوراک دادن، بی‌ضابطه کردن اینا با چوب مثلا چی کردن ممکن است. دست رسوندن برای ممکن است که خیلی حیوان است، کسلی‌های حیوانات با آدم گذشتن ممکنه. اینا چیکار گفتن؟ دوستان عزیز، برای آموختن آن حیواناتی که در این باغ حیوانات موجود است ما حالا ایستاده‌ایم نزد شراف‌الدین سعیدوف، کارمند مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه. سلام و درود بار دیگر. علیکم و سلام. در آغاز می گفتید که در این باغ حیوانات چند تا شعبه موجود است و کدام نمودی حیوانات بیشتر نگاهبین کرده می شود؟ در مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه 6 شعبه فعالیت دائمی قرار دارد که از آن جمله مدیر شعبه اکواتریوم مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه وظیفه من است. بله، از این موره که شما در گردن دارید معلوم است که با بیشتر خزنده ها سر و کار میگیرید. بله. این بی‌ضرر است. بی‌ضرر است. انیق؟ انیق. و این را گرفتن ممکن یا تنها برای کارمندان؟ نه، ممکن است. وقتی ما میگیریم در گردنمون مثل تماشابینا میان اینجا آدمایی هست که خواهشمند است میگیره در گردنشون میمونن. مثلا چگونه بی‌ضرر میکنید این حیوانات را؟ این مور طبیعتا بی‌ضرر است. چی نام دارد؟ پسچنی اوداف. فهمو. خب اناکسون میرویم باز هم دیگر خزنده ها رو میبینیم. خوب رفتیم. نمیگیری در گردن؟ بیایید. یکم بار ما رو به دستم گرفتم. کمی وهم کمتر بگیرین جو مختن عادت میکنیم. رفتیم. اکای شراف‌الدین، ما حالا که در راسته مورا هستیم چند نمودی مور اینجا نگاهبین کرده میشه؟ در شعبه اکواتریوم مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهر دوشنبه 52 سر مور مورد نگاهبین قرار دارد که از آن جمله یک تاشین در گرده شما. بله. و اینجا باز به همین مور مانند مور موجود است. بله. چی نام دارد؟ این موری شاهانه میگن ایرا.
کالریویسکی پیتون این مور طبیعتا به زهره این کالریویسکی پیتون بوغی کده میکشه آدمان انا این که این طرف این جورزه میگن این موری زهرداری موری خودی تاجیکستان های موری زهردار است؟ زهرش در تاجیکستان یکم جو میستد اون مورهایی که مثلا در اینجا نگاه بین کرده میشوند بی ضررن یعنی زهرشان را میگیرید؟ در این شبه اکواتوریال که 52 سر مور مورد نگاه بین قرار دارد در اینجا زهردار هم هسته بی زهر هم هسته کدامش که زهر داره قطعی هم زهرش استودگی های من این مور میبینین این موری کلون یا موری شاهانه بی زهر طبیعتا زهر نداره این مور و موری افعی نیست هست اینجا؟ موری افعی داریم کنی؟ من این مورا موری افعی میگن که این موری زهرناکه زهرش خیلی بد است خیلی بد است زهرش و چگونه خوراک میدهید به این مور در یک روز چند مرتبه عموما چی میخورند خوراک اینها در 3 روز یک بار خوراک میتیم اینا مورها عموما هر وقتی که دلشون خواست همون استعمال میکنند خوراک میتیم هر روز اینا مثل نسبت دیگر حیوانات هر روز اینا خوراک نمیکنند یعنی طلبات ندارند نگاه بینشون هر روز است تو مثلا آوشون نگاه میکنیم سطح مثل شرایطشون نگاه میکنیم ما چیزشونه فهمو اما میتوانیم حالا به یگان تا همین مورها خوراک دهیم و در عمل این را من نیز اجرا کنم یا که آب دهیم عموما میخواستم بفهمم که چگونه همین عمل صورت میگیرد آب داده میشود و خوراک حالا ممکن است ممکن است پس آب حداقل میدادیم میشود بینندگان گرامی قدر حالا ما تصمیم گرفتیم که برایتان طرز آب دادن یکی از مورهایی که نام دارد در اینجا شاهانه به شما نشان دهیم موری خیلی کلان است مرحمت ببینید دوستان عزیز انا این مور است که ما حالا آب میدهیم و سراول میفهمونید که چگونه آب میدهند اول تکنیکا به پس روایه میکنیم قاعده های تکنیکای به خطری رو ما روایه میکنیم مثال ما را نگاه میکنیم که در کدام سطح در کجا ایستادگی چخیلش بعد مثال در روی میکنیم در رو میکشیم یعنی ما به اون سو نگاه دارد بله خب مرحمت میکنیم که اوکی با انا همین قطعی آب رو میریزیم بله کفایه است همین قدر این آوش پر میکنیم و برای که بسته باید پر باشد وقتی که مور گرد شود برای پوست پرتافتن وقت کدام من خطور معلوم است که به شما که پوست پرتافته برای پوست پرتافتن او در آب میدراید که باید تمام بدنش پر شود یعنی هنگام پوست پرتافتن مورها اصلا به آب وارد میشوند آب در میدراید چون پوستشان ملایم میکنن برای واسه کردن پوستشان عجیب تشکر برای معلومات سلامت باشید عزیزان دل حالا در دست من خوراک کنگورو موجود است ما میخواهیم این خوراک را به کنگورو مثلا پیشنهاد کنیم ولی سر اول میگفتید که کنگورو به کدام نمود شوبه داخل می شود در اینجا و عموما باز کدام شوبه ها موجود است 6 شوبه فعالیت دارد که شوبه اکواتوریوم شوبه حیوان های وحشی شوبه جفتم ها شوبه پرنده های اگزوتیکی شوبه پرنده های خانگی و غیره ما حالا در شوبه جفتم ها قرار داریم و داخل می شویم کنگورو چخیلی میدونیم بی ضرر است حیوانی ولی مرحمت به نزد آدم میبیاید یا که نه؟ نه اولی کنگورو که تولد کردگی در خلطش که بچه داره موزی کمتر احتیاط میکند های آدمو مثال حراس داره میرویم و با کنگورو عموما چخیل نگاه بین میکنین طلبات بسیار را طلب میکند کنگورو که خود حیوانی چیز است نادر است مثلا این رو هر روز در یک روز 2 مرتبه خوراک میدین مثلا با حالی زایدگی که هستی باز بیشتر خوراک را طلب میکند بیشتر خوراک را طلب میکند و ترسیده ایستاده است هراس دارد بچه داره و در خلطش بچه داره با کجا میمونیم این خوراک را تا اینکه خوراک ما در درون میمونیم شما میتوانید که در بیرون مونین حالی میبروین میکنن شما در بیرون مونین انام جان
گرامی ما اکنون به نزد قاضی عبدالجبار آمدیم، کارمند مؤسسه دولتی باغ حیوانات شهری دوشنبه و می‌خواهیم اکنون اشترها را مورد آموزش قرار دهیم که به این اشترها در یک روز چند مراتب خوراک می‌دهند و چگونه عموما نگاهبین کرده می‌شود. این همه را می‌آموزانید حالا به من. ما یک روز از سحر اومده اول پای پاشون تازه میکنیم، بعد با خوراک این میگذاریم، جو، کنجولا، کامبیکور، ارلش کردگی، ترک کردگی، ایبیگا میکنیم میمونیم، سحر خطی میتیم شون. بعد این دودن نیم ساعت بعد بر رشقه علف چی میاره میتیم شون. او وانو موندگی اوی تازه هر سحر اوی تازه چیزاشون تازه کرده او میریزیم. تشکر. شما چند سال باز کار میکنید؟ این سالی سوم کار میکنم. حیوانات را دوست می‌دارید؟ دوست می‌دارم. من خیلی همیشه پس خیلی میگردم. من روزا تو بگرد جنگال میگردم. یا روز 4 بار 5 بار نگاه میکنم. آواشون رو تازه میکنم. بله، خیلی هم آزاده هستند. یعنی از این معلوم میشود که شما کارتان را دوست می‌دارید. اینی 8 ماه چای همین سال تمام. همین سفید؟ مادرش اونجا حالا جفت کردیمشون. خطینر با آینده زنده باشیم با تولد میکنه اگر سال سلامت باشیم. اینا یگان خطر ندارند؟ نه، اینا را چی خطر داریم؟ اما حیوان شروع نگاه ببین چی مودی هیچ خطر نداری. باید نرز معامله کنه که همین هم ساخت انسان که چطور معامله میکنه همین باید ما که معامله کنیم. پرسیدنم از آن سبب بود که من هم میتوانم حالا همراه شما درایم و به اشتران یه خوراک دهیم. نه هیچ چیز نداره. میریم. با کجا میریزید این خوراک؟ این اینجا هر سحر میگه این اینجا. این اینجا آفشونه میریزیم اینجا آبخور میکنن. ممکن من هم خوراک کنم. پرتیم. اینجا چند نمودی اشتر نگاهبین کرده می شود؟ اینجا دو نمود شد، دو کفونه یک کفونه با یک خیلی دیگر لامه او در اوجا بود. در آنجا نگاه داشته می شود. اشتری که مثلا یک کفونند عربی نیست. عربی نام دارد؟ دو کفونه اینا از آسیای مرکزی تشکر. دوستان اکنون ما میخواهیم برایتان طرز نگاهبین حیوانات وحشی را نشان دهیم. از این رو به ما کمک میکنند زهرا امامووا. به این کار باید بگویم که این نفر الکی طول 15 سال است که در اینجا فعالیت دارند و زبان حیوانات وحشی را آموختند. بله، با آنها معاشرت میکنید همین طور؟ البته سحری بر وقت اول اومده اینها رو از خوابشون چخل کودکی خودت رو از خوابش بیدار میکنی، با خانه دیگر به خطریش رو نگاه کرده میگذرانم، به خطری رو نگاه کرده بعد در اومده با تازه کردن اینها بعدم با خرابدهی اینها سر کار میگیرن. یعنی به داخل قفس وارد میشوید؟ نه البته اول به خطری رو نه ممکن نیستن، به خطری رو با نظر گرفته اول به خطری رو نگاه میکنم بعد در اومده تازه میکنم بعد به خرابدهی اینها مشغول میشم. تا آغاز سبت هر یک تای این شعرها رو با نامش صدا کرده. اینها نام دارن بله؟ البته با همراه پسرم نامگذاری کردیم. یک فیلم هنری از تلویزیون تماشا کرد که البته هندی بود. یک پسرش با نام جیمی بود، یک پسرش با نام سینوکی. هر دو اینها رو البته با همین نام پسرم جهانگیر با همین نام میبرند تا حاضر. یعنی اینجا دو نرینه و یک مادینه هست؟ البته دو نرینه یک مادینه هست. اکنون در یک روز چند مرتبه غذا داده می شود به این؟ در یک روز 2 مرتبه سحر بگونه. و باز در قطار شیر باز کدام نمودی حیوانات وحشی موجود است اینجا؟
дар нигоҳубини ман қарор дорад шер, хирс, гург, леопард. метавонем назди хирс ҳам равем? албатта. ин хирсон бо даст салом кардан танҳо ба шумо иҷозат дода шудааст? албатта майда калон кардам. чӣ қадар эрка, ама қадар ҳайвонда якта фақат худашам хел эркаи халос. ягон ҳайвонам ранги хеле эрка нест. агар қарк насаби шава авқото ай дастам намехӯрам. хел гирия ва нола карда мешина ҳама авқотам мепартад. агар метимуша амиҷа авқото мегира хӯрдан мегира мегум ти бояд намехӯрдӣ ҳамаша қар мекуна мепартоя намехӯрад. яъне мефаҳмад. мара ҳечи нагӯ мега хаб куда муошират мекунад. бале пача чанд сола аст ин хирс? 4 сола. 4 сола. чӣ ном дорад? пача. пача. як ҳамкорам номгузорӣ карду. мо ҳам дига номи инро иваз накардем албатта. яъне номашро медонад? мега. эркагӣ дорад. Моя хор мега. бия хорам пушта хорам. бас пушти ти ама хор. мумкин аст ман ҳам пушташро хорам? набина ин тараф нигоҳ кардан да хора ин ки шумоя набина. агар не ки чӣ мекунад? тез гашта анам хел мехӯрад. махорам пушти ти нахоридам. кунмая ана ти харгоша. ин қадар ба меҳр ҳайвонотро нигоҳубин мекунанд дар инҷо. накима то харгошаки. ҳавасам анам кард. хел хорам туя. я салом накади ку ассалом. ассалом иҷада агастиро салом накади. салом кунӣ. якта салом кун бо хорум пача. ҳамиҷа якта салом кун. якта салом куна. харгӯшаки. хеле мебинем қафасашон тоза аст. чӣ гуна тоза мекунем? яъне и даст ана қати салом бо аиш салом. то маҳкам када да ӯ хона маҳкам мекунем. яъне ба хонаи холӣ мегузаронем? ҳа ба хонаи холӣ мегузаронем маҳкам мекунем. баъд ба и даст салом накади назди гург ҳам рафта метавонем? бале албатта бо хор мегӯ. бинандагони гиромӣ мо аз сабаби он ки натавонистем гургро берун барорем инҷо боз ҳам ба назди хирс омадем. мегӯянд ки дар инҷо 4 то хирс мавҷуд аст. зиндагонӣ мекунанд. ба даст абологӣ биро ана гира хӯрад. биё кушодан таъти мефаҳмад гапро. ана ҳамиҷа ба даст агири харгӯш. мана метавонам шумо даҳаната кушо. даҳаната кушо. кушо. бинандагони гиромӣ боз яке аз ҷолибияти боғи ҳайвонот ки мо дарёфт кардем ин ҳамин маймуни бозингар мебошад. ин яке аз намуди маймунҳое мебошад ки ҳамин гуна хурд аст ва калон намешавад. бисёрсола мебошад, яъне аз 70-75 сол умр мебинад ва инҳоро ҳар он нафаре ки мехоҳад метавонад ба даст гирад. хеле гуфтем безарар мебошад, инсонро дӯст медорад ва ҳар гуна нағмаҳо низ мекунад. боғи ҳайвоноти шаҳри душанбе дар баробари нигаҳдории зиёда аз 1000 сар ҳайвонот чунин мавзеи дилхушкунии кӯдакона низ мавҷуд аст ва ҳар фарди ватан имрӯзҳо метавонад ки ба инҷо биёяд бо аҳли хонаводаи худ ва дилхушӣ кунад. мо гумон мекунем ки ин барнома ба шумо писанд омад ва бовар дорем ки каме бошад ҳам тавонистем дар бораи ҳайвонот ва нигаҳдории онҳо дар боғи ҳайвонот бароятон маълумот диҳем. дӯстони азиз, ҳамеша саломат бошед. хайр.